میدونستید پیشینه ماکسیمالیسم به دوران روکوکو و باروک یعنی قرن 18 میلادی میرسه؟ ماکسیمالیسم سبک استایلی که خیلی ها اون رو با آوانگارد اشتباه میگیرن. زمان طلوع ماکسیمالیسم فشن رو میشه اوایل قرن 19 هم دونست، یعنی چیزی حدود 100 سال بعد از ظهور ماکسیمالیسم تو هنر. این سبک استایل وقتی شکوفا شد که هنرمندای ژاپنی استایل مینیمال رو رواج دادن، استایلی که حرف اول اون سادگی بود. برخلاف مینیمالیست ها، ماکسیمالیسم ها به رنگ های شاد و آیتم های پرزرق و برق ارادت خاصی دارن. جسارت و بی‌پروایی هم از جمله ویژگی های یک طرفدار استایل ماکسیماله. لایه پوشیدن، استفاده از اکسسوری به طرز اغراق‌آمیز، استفاده از پارچه‌های طرحدار یا براق، استفاده از رنگ‌های شاد و گرما، استفاده از لباس‌های اوورسایز، امضاهای یک ماکسیمال پوشه. برخلاف تصور عموم، برای ماکسیمال پوشیدن نباید هر چیزی که دم دسته رو به طرز شلخته‌ای با هم ترکیب کرد، بلکه برای داشتن یک استایل ماکسیمال به هوش و دانش بالایی نیازه.